سلام به شما دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و اینجا کانال ترفند PS. خیلی خوش اومدین به کانال من. امیدوارم هر جا که هستین سالم و تندرست باشین. توی این آموزش میخوایم به بررسی ابزار پن بپردازیم و چند تا تمرین باهاش انجام بدیم تا کامل این ابزار برای ما جا بیفته و بتونیم باهاش طراحی‌های خیلی خوبی رو انجام بدیم. فقط سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم حتما بزنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه، کامنت انگلیسی هم بذارین که ثابتون نپره. خیلی ممنون که من حمایت میکنید. پس سریع بریم برای آموزش. خب من داخل برنامه فتوشاپ هستم و از اینجا میام و ابزار پن رو انتخاب میکنم. همونجور که مشاهده میکنید چند تا زیر مجموعه داره و با کنترل میانبر پی هم ما میتونیم این رو ایجاد کنیم. اگر من بیام مفتول قرار بگیرم و دکمه پی رو بزنم، دوباره ابزار پن برای من انتخاب میشه و میتونم من کارامو انجام بدم. خب از اینجا وقتی که من چپ کلیک میکنم و پنجره ابزار پن باز میشه، اولین گزینه خود ابزار پن هست که جلوتر بهتون توضیح بیشتری درباره با ابزار پن خواهم داد. ابزار دومی که اینجا شما مشاهده میکنید ابزار فری فرم پن تول هستش، یعنی طراحی به صورت دست آزاد یا فری هند. ابزار بعدی کانتنت اویر ترسینگ تول هست، سومین زیر مجموعه پن تول هستش که شما با این ابزار میتونید به راحتی آبجکت های تک رنگ رو انتخاب کنید و روش کاراتون رو انجام بدید. ابزار چهارم هم که کرویج تول پن تول هست، برای ایجاد قوس‌های راحت در داخل برنامه فتوشاپ هستش که شما از این ابزار میتونید استفاده کنید. ابزار بعدی اد آنکور پوینت تول هستش که شما وقتی که مسیر یا شیپی رو ترسیم میکنید با ابزار پن، میتونید از این قسمت نقاطی رو به سطح اون مسیر خودتون اضافه کنید و با این قسمت پایینی هم، یعنی با این ابزار هم میتونید اون قسمت ها رو پاک کنید. آخرین گزینه‌ای که تو ابزار پن هستش کانورت پوینت تول هست که شما با این کار میتونید اهرم های ایجاد شده در ابزار پنتون رو پاک کنید. خب وقتی که من از اینجا خود ابزار پن رو انتخاب میکنم، این بالا یک نواری ایجاد میشه که دو تا حالت اصلی داره، شیپ و پت. حالا اگر که من رو حالت شیپ بذارم به من یک نواری رو اینجا میده که گزینه فیل و استروک رو اینجا برای من فعال میکنه. ولی اگر که رو حالت پت باشه یا مسیر، دیگه اون گزینه ها وجود نداره و اصلا اینجا کار ما خیلی فرق میکنه. وقتی که روی حالت شیپ هستیم میتونیم باهاش طراحی لوگو، آیکون و ترسیم انواع اشکال هندسی رو ایجاد کنیم که با قسمت شیپ همه این کارها ممکن هستش. همچنین از ابزار پت میتونیم برای ترسیم تصاویر خاص و یا دوربری کردن آنها استفاده کنیم و بیشتر به درد کسایی میخوره ابزار پت که قلم نوری ندارن و میتونن از ابزار پت برای مسیر یا کشیدن مسیر استفاده کنن. خب وقتی که من از اینجا ابزار پن رو انتخاب میکنم و از این بالا روی شیپ قرار میدم، اینجا یک نقطه ایجاد میکنم با چپ کلیک و نقطه بعدی رو اینجا ایجاد میکنم و ببینید یک مسیر رو برای من اینجا درست کرد. حالا من این رو ادامه میدم به این صورت و به دلخواه یک مسیر رو برای خودم اینجا ایجاد میکنم. وقتی که من میخوام مسیرم رو تموم کنم، روی اولین پوینتی که ایجاد کردم وای میسم و یک علامت دایره بغل پوینتر موس من ایجاد میشه
وقتی که روی این من چپ کلیک کنم مسیر من اینجا بسته میشه. حالا وقتی که روی ابزار شیپ هستیم میتونیم از اینجا بهش رنگ بدیم یا به دور ابزارمون استروک اضافه کنیم. ببینید اگر من روی این گزینه چپ کلیک کنم از اینجا میتونم به پالت رنگ دسترسی پیدا کنم و اینجا میتونم تنظیمات خودم رو انجام بدم. از اینجا هم میتونم به گزینه کالر پیکر یا همون فیل کالری که ما توی قسمت‌های قبل هم بهش اشاره کردیم دسترسی داشته باشیم. مثلا من میذارمش روی این رنگ آبی و اینجا کلیک میکنم. حالا کنترل Z میزنم. دوباره اگه بیام این قسمت فیل رو انتخاب کنم از اینجا هم میتونم رنگ هایی رو که قبلا من استفاده کردم روی این مسیر خودم بریزم. ببینید مثلا من این قرمز رو میریزم و اینجا برای من این گزینه پر میشه. حالا یه موقع هست شما وقتی که دارین مسیر رو میکشین به این صورت چه با قسمت شیپ و چه با قسمت پت هیچ فرقی نمیکنه. به طور ناگهانی دستتون مثلا میره روی دکمه یا ESC و کارتون نیمه تموم اینجا میمونه. اگر شما بخواید بیان از ادامه مسیر با قسمت پن شروع کنید دوباره یک مسیر جدید برای شما میکشه. حالا ما چیکار کنیم که از ادامه همون ایجاد بشه؟ ببینید وقتی که همچین مشکلی برای ما پیش اومد میتونیم روی آخرین پوینت قرار بگیریم و اینجا دکمه این دایره‌ای که بغل ماوس ایجاد میشه برای ما حکم این رو داره که ما اگر روی این کلیک کنیم مسیر ما بسته میشه. پس شما اصلا نگران نباشید. حالا در برخی مواقع اگر که شما با این حالت نتونستید کار خودتون رو انجام بدید روی آخرین پوینتی که ایجاد کردید اگر وایسید ببینید من روی این وایسم یک علامت مربعی که دو طرفش یه خط ایجاد میشه و اگر من روی این بزنم ببینید دوباره مسیر برای من فعال میشه و روی آخرین پوینت اگر دوباره قرار بگیرم یا همون اولین پوینت و کلیک کنم مسیر من بسته میشه. پس به این صورت هم شما میتونید کارتون رو دوباره ادامه بدید و مسیرتون رو تموم کنید. حالا اگر من رو حالت پت باشم ببینید به این صورت خطوطم رو ایجاد میکنم و یک مسیری رو اینجا به دلخواه میکشم. حالا من دیگه اینجا نمیتونم که بیام و از قسمت فیل و استروک استفاده کنم. توی توضیحاتی قبل در بهتون گفتم اینجا بهتون اشاره کردم که شما فقط میتونید با قسمت پت یک مسیر رو ایجاد کنید. برای ایجاد مثلا پت برای دوربری عکس هایی که خیلی خاص هستن میتونید استفاده کنید. من دوباره از اینجا ابزار پن رو انتخاب میکنم و روی حالت شیپ میذارم. ببینید من از اینجا یک نقطه میذارم و نقطه بعدی رو که میخوام بذارم همزمان با کلیک کردن اون رو درگ میکنم. ببینید یک حالت قوسی رو تو این یه تیکه به من داره نشون میده و دو تا اهرم هم اینجا و این طرف برای من قرار گرفته. حالا اگر من بخوام بقیه این مسیر رو بکشم مثلا اگه اینجا قرار بگیرم به این صورت برای من ایجادش میکنه و اگر مثلا من بخوام این بازو رو اینجا قطع کنم و طراحیمو از این بالا ادامه بدم ببینید آلت و پایین نگه میدارم و روی این قسمت کلیک میکنم. وقتی که آلت و پایین نگه میدارم و میخوام چپ کلیک کنم روی این پوینت قرار میگیرم ببینید علامت حالت 8 یا وی برعکس اینجا ایجاد میشه پایین پوینتر ماوس که دقیقاً همین کانورت پوینت تولی هستش که ما اینجا داریم با کلید میانبر آلت توی قسمت پن تول انجام میدیم. اگه من این رو بزنم بازوی من اینجا قطع میشه و اگه من بخوام بقیه طراحیمو انجام بدم به این صورت میاد و این بالا قرار میگیره یا هر طرفی که حالا شما بخواید شکلی رو رسم کنید. من ادامه این شکل رو میرم اینجا میگیرم و یک مقدار بهش قوس میدم. دوباره میام آلت و پایین نگه میدارم از اینجا این رو میزنم
و میام اینجا اولین پوینتی که ایجاد کردم میگیرم درگ میکنم و یک مقدار بهش پست میدم. به همین راحتی تونستم یک شکل رو با قسمت شیپ پن تول اینجا ایجاد کنم و حالا میتونم توش رنگ مورد نظرم رو از اینجا یا از قسمت کالر پیکر بریزم. همچنین شما از این قسمت هم میتونید بهش گرادیانت بدید. ببینید اینجا منوی گرادیانت برای شما باز میشه و میتونید از این کالر پیکر و همچنین از این قسمت های آماده هم استفاده کنید. قسمت های این پایین برای شما گذاشته به صورت پیش‌فرض خود فتوشاپ هست که شما میتونید از اینها برای گرادیانت داخل شیپ خودتون استفاده کنید. ببینید خب امیدوارم که خسته نشده باشین. بخش اول آموزش ابزار پن تموم شد. فردا براتون بخش دوم رو میذارم. حتما بیاین ببینین و آموزشتون رو با این قسمت تکمیل کنید. فقط سابسکرایب یادتون نره، زنگوله هم حتما بزنید، لایک و کامنت هم دیگه فراموش نشه. کامنتتون هم حتما انگلیسی باشه که ثابتون نپره. دمتون گرم که من حمایت میکنین. امیدوارم تو ویدیوهای بعدی کانال همتون رو ببینم. به دوستاتون هم بگین بیان داخل کانال من، سابسکرایب کنن و منو حمایت کنن. خیلی از همتون ممنون.